بچه ها خوش اومدیم به یا ویدیو گیم. اولین ویدیو گیم، این اولین ویدیو گیممونه. اومدیم بازی رپو بکنیم، اونم توی موبایل. چون من کامپیوتر ندارم، ایکس باکس هم که سوخته نمیتونم براتون باز کنم، ولی همین تو موبایل هم بازی کنم براتون. بریم اینجا، اینو میزنید. خب آموزش بدم، خودم بلدم. اینجا مرحله تمرینی می باشد. ما مرحله تمرینی خواهیم بریم. خب من بلدم اشتباه آمد. میخوام غیر مرحله برم. اولیان بکنین، این اولیوز که دیدین زدم، شما همین اولیو میزنید. این سبزه نگاه کنین. شما باید این اولیو بزنید. این گزینه که دورش دایره کشیدم. خب حالا میان اینجا میزنیمش. خب حالا میان اینجا، اینو نمیزنه، اینم نمیزنه، اینم که توش هستی این سبزه رو میزنه. این سبزه که دندونیه. وایسیده اونم که پاک کردم و نزنید. نه که پاک کردم و نزنید. که پاک کرده و نزنید. این سبزه اون گوشه رو بزنید. خب این سبزه این گوشه، این سبزه رو بزنید. حالا کدوم زنید؟ اینه اینا برای 2 نفره کردن بچه. این رپو اینجایی که نمیشه رپو اینا برای اینه که 2 نفره کنید. یه نفر باید به اینترنت رایون وصل بشه. الان من اینترنتم رایانم، نه که اصلا هر اینترنتی باشه اینترنت رایون وصل میشه. بعدش من میرم توی اینجا، توی این مپ یکی از این گزینه‌ها رو میزنم، میرم توی مپ. اون یکی باید جوین بشه. نمیدونم کدومشونه ولی میزنم که بعد یکیشون رو بزنید تا 2 نفره بشه. این رپو رو نزنید، این گزینه اولیه رو بزنید. این رپو رو نوشته، حالا یس رو بزنید تک نفره بشه. چه اگه میخواین رپو 2 نفره هم براتون بازی کنم چیز کنید، حتما این ویدیو رو به 30K لایک به 30K خیلی زیاد میگه، خیلی نکنید، 2K لایک برسونید. 2K لایک برسونید. من چالش گذاشتم که اگر به 5K کانالم برسه، 5K میرم از فاصله خیلی 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 بالا با تخته، چون من کوچیکم دیگه، با تخته شنا شیرجه میزنم که 3 متری. قبول؟ حالا من این وقتی نور کنه دیگه من نمیدونم چرا میکنم. بچه ها آموزش ها با این، شما وقتی میمونید سمت چیزی این زرد میشه این نشونه. حالا یه چیزی این گوشه بیاد، نگاه کنین. الان این وسط هیچی نیست، این وسط هیچی نیست، این وسط ها نگاه کنین، این وسط هیچی نیست. ولی اگر من بیام اینجا نگاه کنین هیچی اومد. اونا که بزنین روش چند تا چیز دارش میاد، اینا رو ما باش کنین نداره. در باز میرین جلو، خودت در باز میکنم. شورش ندارم چون. حالا میایم اینجا اینجوری، بعد دنبال یه چیز بگردیم که قیمتی باشه. این یه اصلا درش باز میشه، اون گوشه رو میبینین یه چیز قیمتی توشه، یه قیمت نوشته. ما باید چیزای قیمتی رو جمع کنیم ببینیم چقدر قیمت داره، باید قیمتشون به این قیمتی که این بالا نوشته رو برسونیم تا در برامون باز میشه، بتونیم فرق کنیم بریم از این جهنم نری.
مثلا رپو یه بازی خنده‌دار ترسناکه. تو کامپیوتر خنده‌دارش معلومه، تو موبایل و اینا خنده‌دارش معلوم نیست. بچه هیولاهایی تو این بازی هستن. اگر میترسین نگاه نکنید، اگر میترسین ویدیو رو نگاه نکنید. این چیزی نمی باشد. صداهای آهنگ میاد، صدای حیله، صدا چیه داره میاد. من نمیفهمم معلومات کجا برن. اینجا که در دیگه نیست. کجا من وسیله پیدا کنم؟ قیمتیه؟ نه چیکار باید کنم؟ هیچ وسیله اینجا نیست. چون اگر نور میفته تو گوشی بهش، اگر هم نمیفته من نمیدونم. این در باز اونه یه چیز قیمتی. این بشقاب شکل سیلیه یا بشقاب قیمتیه؟ مثلا بشقاب قیمتی. اوه وای چه هر چیز ضربه بیخوره. وای هر چیز ضربه بخوره قیمتش از بین میره. من زیادی تو این بازی حرفه نیستم. اوه شت از بین بردمش. بچه بعضی چیزا رو کلا با 2 نفری بلند کرد اینجور چیزا. نکنید فقط همشون ها راسته چرا یه رباتی ما ربطی نداره. ببینم قیمتی کجاست؟ نیست. خب بچه حالا حتما هم نیاز نیست من یاد بدم، شما میتونید دانلود کنین برین مرحله چیز آموزش. این قیمتیه چی حساس بگیرش دیگه. نشه چرا قوه کار نمیکنه انگار. اینجا چیزی هست فکر کنم یه چیزی اومده باشه. به باد میریم. بیا آروم وای نزنش بشه کوچولو آروم در کی در بس. وای خوب شد نه کی در بست. من چطوری شاید چه چیزی به یک قیمتی که به اسم یه هیولاهای میاد. شاید من دوباره هم میگم یه بازی ترسناکه. یه بازی ترسناکه اگر میترسی نگاه نکن. توی کامپیوتر حتی خنده دارم هست و توی موبایل ترسناکترین چیز کل تاریخ. خیلی بچه ترسناکه. بیارش دیگه. من 600 تاشو قرد کردم تا یه قصه کنین. من یه قرآن یه استو میکنم ویدیو رو برای یه چیکی بزنم ببینم که حیلای هست یا نیست. دوباره برمیگردم همینجا. شما
یه چیزا دا هیچی نبود. هم دارن دنبال واسه قیمتی میکردم. از رپورت تک نفره زیادی حال نمیده. خب بذار رو ببینم جا چیزی نیست. نه اینجا که چیزی نیست. اوه باز کن. در بازه که هیچی از من اینجاست. خودم باز کردم به خودم میگم باز میدونم اینجوری تاریکه. یا بفرست اینگاه یه نفر خواسته اینو ازار کنم و خود این پشت سرم خوردتش. صدا اینجا چیزی نیست. سمت برق میزن. رو اینجا که چیز اینا دیاره چه داره وقتی اگر در رو بکنیم بازم داره یا بسید قیمتی میشه. واقعا بگیرش خورد منو. چه تا ویدیوی بعدی. بای بای.